راویان. به تاریخ 5 نوامبر کنگره جهانی زنان افغانستان تحت شعار برای آزادی، عدالت و برابری با همیم از طریق زوم دایر گردید. نماینده های سازمان ملل، اتحادیه اروپا، چهره های سیاسی کشورهای مختلف، نمایندگان حرکت های ملی و بیشتر از 100 ساختار، نهاد، انجمن و تیم و حرکت های مدافع حقوق زن، ریچارد بند گزارشگر ویژه برای نظارت بر حقوق بشر در افغانستان در این برنامه اشتراک داشتند. کار کنگره را دکتر شفیق رزمنده، رئیس همایش اروپایی زنان افغانستان در اروپا که برگزار کننده این برنامه بودند آغاز کردند و به تعقیب آن نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، شخصیت‌های سیاسی و حرکت‌های ملی و نمایندگان نهادهای مختلف و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها به منظور وحدت و همبستگی و فعالیت‌های مشترک زنان آگاه و متحد در چوکات تشکیلات مستقل و جداگانه در یک فضای کاملا دموکراتیک اتحاد و همبستگی خود را اعلام نموده و صحبت‌های لازم را داشتند. طبق آجندا در کنگره 4 ورکشاپ که تحت عناوین مختلف: 1. جنبش مبارزاتی زنان افغانستان در مرحله کنونی و تعریف آن، شیوه کار مشارکتی و همسویی. 2. نگاه زنان افغانستان به موضع‌گیری جامعه جهانی، خواستها و مطالبات از آنان و چگونگی کار برای جلب همبستگی مردم دنیا با زنان افغانستان. 3. بدیل زنان افغانستان برای وضعیت موجود. و 4. نقش زنان در نظام پساطالبانی ترتیب گردیده بود که همگی اجرا شدند و اشتراک کنندگان در گروه ها و اتاق های مختلف تقسیم شده و نظرات خود را ارائه و بیان نمودند. کنگره همسویی و همپذیری حرکت مشارکتی زنان را تصویب نمود که در چوکات چتر اتحاد ملی زنان افغانستان تشکیل می شود. کار کنگره با صدور قطعنامه، تصویب پلتفرم و در روشنی آن ایجاد شورای هماهنگی چتر اتحاد ملی زنان افغانستان به پایان رسید. هنرمندان مشهور افغانستان نیز حمایت و پشتیبانی خود را از این کنگره اعلام کردند و کار کنگره با شعار اتحاد و همپذیری و همبستگی زنان و مردم افغانستان پایان یافت.